طرز فکر شما هست و زندگی برگشت آرزوها، گفتارها، کردارها، رفتارها و طرز فکر شما هست. پس چی خوب است با اصلاح نمودن افکار، رفتار، گفتار و طرز فکر ما زندگی خود را درخشانتر، خوبتر و عالیتر بسازیم. ما هم میریم طرف یک وقفه و رفت و برگشت، باز هم برمیگردیم. ما را فراموش نکنید، برنامه خودتان یعنی برنامه صبح معرف ادامه دارد. دوستان عزیز خوش آمدید. دوستان عزیز، در برنامه یک طفلک بسیار توانا و بسیار با استعداد همراه با ما در برنامه هست. میریم طرف این طفل عزیز که انشالله فردا یک استعداد برجسته برای افغانستان باشد. صحبت میکنیم برای شما. میخواید چند آیه از کلام الهی را نیز ترتیل بکنید، اما قبل از اینکه به ترتیل چند آیه از کلام الهی بریم، به این که با این دانش آموز آشنا شویم. سلام، صبح بخیر. صبح شما بخیر. صبح خودت هم بخیر. میشه به دوستان عزیز معرفی کنی خود نامکت چه هست، صنف چند هستی و چندم نمره هستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مالی است خلاص اکبری است، ولد حضرت الله، متعلم صنف سوم مکتب موجه علم افغان. ماشاءالله. در صنف سوم این دانش آموز بسیار توانا چندم نمره هست؟ دوم نمره. خودت از جمله شاگردان بسیار لایق هستی. چرا دوم نمره شدی و چقدر تلاش کردی که خودت در درجه دوم بیایی بخیر؟ به خاطر که در امتحان نبوده بودم با یک کم رزی. آها. دی بار تصمیم داری بخیر اول نمره شوی؟ چند درصد بالای خود باور داری که انشالله اول نمره میشی؟ 100%. ماشاءالله. کی تشویق میکنه این شاگرد بسیار موفقه که باید خوب درس بخونه و وقتی که بخیر بزرگ شوه چی کاره شوه؟ دکتر شوه. چرا میخوای دکتر باشی؟ دکتر قلب، خاطر که زیاد پول میگیره. دکتر قلب میخوای شو به خاطر که دکترای پول بسیار پول میگیره. خودت هم باز بسیار زیاد پول میگیری؟ بله. زیاد پول بگیری، زیاد پول باز چی میکنی؟ هیچ از بازش خیرات میدم، دکم کس کمک میکنم، مسجد در جز کمک میکنم. مسجد کمک میکنی، خیرات میتی. دیگه برای خودت چی میخری؟ موتر. یک موتر. دیگه خانه و دیگه با ما چی میخری؟ داتم یک چیز میخرم. یک چیز خو میخری حتما بریم. باز تیرت نبیری. درست است. حالا میریم طرف ترتیل چند آیه از کلام الهی از دکتر صاحب کوچک، اما یک کمی فیسش قیمت‌تر هست. میشنویم. ترتیل یک چند آیه قرآن کریم میخوای تلاوت کنی؟ بله. پس میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظیم. ماشاءالله، جزاک الله خیر. دوستان عزیز، واقعا که استعدادش قابل ستایش است و خداوند در علم و صدایش برکت اندازد. ما هم میریم طرف رفت و برگشت کوتاه. باز هم دوست شما در خدمت شماست.
دوستان عزیز، باز هم به ادامه برنامه خوش آمدید. برنامه صبح معرف است و شما بیننده این برنامه از دریچه تلویزیون معرف هستید. دوستان عزیز، اسمای کوچک اما با افکار بسیار بزرگ همراه با ما در برنامه هست و میخواهد راجع به اهداف تحصیلی که برای خود انتخاب کرده صحبت کند و در کنار این که دانش آموز مکتب هست میپرسیم که آیا مطالعه بیرونی هم میکند یا خیر. سلام اسما، صبح بخیر. سلام به شما. علیکم السلام. اسما صنف چند هست و چندم نمره هست؟ ببخشید قبل از معرفی میخوایم یک سلام ما به دوستا هم تقدیم نمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از معرفی یک سلام گرمم را به